من که میگم ویدیو به این جذابی رو حتما باید سیو کنید و درستش کنید. ببینید این کیک چقدر جذاب شده، حسابی خوشمزه است. وسطش هم دسر گذاشتم. برفی جذابمون رو درست میکنیم. 3 قاشق غذاخوری شکر، 2 قاشق نشا ذرت، 25 گرم کره و 2 لیوان شیر. یه مقدار هم میذاریم روی حرارت. بعد از 10 دقیقه 2 قاشق آرد سفید، 2 قاشق خامه صبحونه و 1/3 بسته پودر ژله آلوئه ورا رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. از روی حرارت برش میداریم و میریزیم توی لیوان یک بار مصرف و 3 ساعت میذاریم توی یخچال و بعد به سادگی درش میاریم و توی پودر نارگیل میغلطونیم، برش میزنیم. حتما برای برش چاقو باید خیس باشه و در نهایت روش دونه های انار میذاریم. میریم برای درست کردن 3 مدل دسر هندونه فوق‌العاده خوشرنگ و عالی برای کسایی که امکان داره توی ایام یلدا حسابی سرشون شلوغ باشه و دوست داشته باشن یه دسر فوری آسون داشته باشن. تازه به خوبی تم یلدا رو هم نشون میده. ژله کیوی، انار و آلوئه ورا نیاز داریم. توی هر کدوم 1 لیوان آب جوش میریزیم و کتری تا کاملا ژله حل بشه و یه نواخت بشه. مقدار دقیق آبی که به ژله ها اضافه میکنیم و تو کپشن مینویسم. وقتی که ژله ها کاملا خنک شدن نصف لیوان شیر رو به ژله قرمز رنگمون اضافه میکنیم. حتما باید ژله خنک شده باشه وگرنه شیر میبره. شیر باعث میشه که رنگش طبیعی تر و مات بشه عین هندونه. ژله قرمز رو میریزیم توی قالبای مورد نظرمون. من از 3 تا قالب استفاده کردم. یه ترفند بهتون بگم، قالبا رو از قبل خیس کردم، 1 ساعت گذاشتم توی فریزر بمونه. این باعث میشه که بعدن ژلمون خیلی راحت از قالب در بیاد. قالب رو 45 دقیقه میذاریم توی یخچال تا نیم بند بشه. ژله نباید کامل ببنده وگرنه وقتی لایه دوم رو بهش اضافه کنیم به هم دیگه نمیچسبن. برای لایه دوم که یه لایه نازک سفید میخوایم، شیر رو میریزیم توی ژله آلوئه ورامون که بازم تاکید میکنم ژله آلوئه ورا باید کاملا خنک باشه وگرنه شیر توش میبره. یه لایه نازک میریزیم چون لایه خیلی نازکه 10 دقیقه الی 1 رو بره توی یخچال کفایت میکنه. لایه سبز رنگو که میخوایم دیگه تکمیل کنیم، یه کوچولو رنگ خوراکی سبز و یه کوچولو شیر رو بهش اضافه میکنیم که رنگش کاملا طبیعی و عین هندونه بشه و بعد اضافه میکنیم. سطح ژلمون دیگه تکمیل میشه و بعد 3 ساعت میذاریم توی یخچال. ببینید چقدر راحت میتونیم جداشون کنیم. بعد اینکه کامل دیگه بست، کناره هاشو با دستتون یا با یه چاقو آزاد بکنید، این شکلی رو به طرف داخل بکشید و بعد به سادگی میتونید برش گردونید. برای برش دادنم از یه چاقوی خیس استفاده بکنید که خیلی راحت برش بخوره. با شکلات چیپسی یا اشکی هم میتونید براش هسته بذارید.